بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، خوش آمدین به مجموعه از ویدیوهای آموزشی زبان و برنامه‌نویسی جاوا. من عبدالمالک شاهین هستم و این هم دومین درس از زبان جاوا است و میخوایم در این درس دوستان عزیز که ساختن و نحو طراحی و راه اندازی یک سافتویر بسیار کوچک و یک برنامه بسیار کوچکی را بر شما آموزش بدم که تنها یک مسیج که اون مسیج عبارت از مسیج هلو ورلد است برای شما چاپ بکنم. منظورم از تدریس این درسی است که شما نحو آشنایی با محیط عملیاتی نتبینس که قبلا بر شما گفته بودم با این آشنایی پیدا بکنید و با نحو اجرای کدهای اساسی یا کدهای ابتدایی جاوا آشنایی پیدا بکنید. خب پیش از اینکه ما بتونیم این سافتویر خود بسازیم، ما به یک سلسله از کارهای ضرورت داریم که محیط ما را آماده بسازد تا ما بتونیم به او کد نویسی بکنیم. خب برمیگردیم به محیط نتبینس. سافتویر نتبینس مسئولین عزیز در درس قبل بر شما به معرفی گرفتم و نحو راه اندازی و عیارسازی از این بر شما آموزش داده بودم و میخوایم در اینجا بعضی کارها را انجام بدیم تا که ما همین محیط بتونیم آماده ساخته و در اینجا بتونیم اپلیکیشن خود نوشته بکنیم. در قدم اول دوست عزیز این صفحه استارت پیج است. ما با این صفحه کار نداریم، این از این طریق میتونیم بسته کنیم. خب بعد از اون میخوایم میره ببینیم که چند دانه پروژه تا حال ما ساختیم در این سافتویر و در زبان جاوا چند پروژه تا حال ساختیم. چون ما با این سافتویر زیاد کار کردیم، وقتی که ما بالای پروژکت در قسمت چپ کلیک بکنم در اینجا تمام پروژه که ما از قبل ساختیم و بالای از کار کردیم برای ما اینجا نمایش میده. شاید از شما در این قسمت برنامه پروژکت چیزی وجود نداشته باشه چون نو اینستال کردین. از این خاطر شما میتونید در قسمت منیو بار در اینجا یک منیو به نام ویندو داریم و در اولین آپشن از او به نام پروژکت است. بالای از کلیک بکنید همین نویگیشن بار پروژکت بر شما طرف چپ یا طرف راست باز میکنه و در اینجا شاید از شما خالی باشه، هیچ پروژه وجود نداشته باشه چون شما سافتویر نو اینستال کردین. اما ما میخوایم در اینجا اولین کار ما است که ما قسم یک پروژه بسازیم. به خاطر ساختن یک پروژه در زبان جاوا راههای زیاد وجود داره دوست عزیز که یک از آسان ترین راههای از او بالای منیو فایل کلیک میکنیم و در اینجا یک آپشن داریم به نام نیو پروژکت. بالای از کلیک میکنیم. از این طریق ما میتونیم یک پروژه جدید و نو در محیط نتبینس و در زبان جاوا بسازیم. راه دومش دوست عزیز است که در قسمت آپشن بار اینجا یک آپشن شارکت بر ما مانده شده به رنگ زرد و وقتی که بالای از کلیک بکنیم دوباره ما را با همون مرحله میبره و از این طریق میتونیم پروژه بسازیم. راه سومش هم دوست عزیز شارکت داریم. شارکت از این که بتونیم یک پروژه ایجاد بکنیم کنترل با شیفت زیر دست خود میگیریم و این فشار میدیم. همون مرحله بر ما ظاهر میشه. و آخرین راهش که راه چهارمش از بالای قسمت پروژکت که آمدیم در یک قسمت خالیش راست کلیک میکنیم و اینجا نیو پروژکت داریم بالای از کلیک میکنیم. تمامش یک کار انجام میده، فقط این روش ایجاد پروژه است. خب وقتی که به این مرحله رسیدیم حالا میخوایم پروژه خود ایجاد بکنیم. در اینجا برای ما پیشنهاد میکنه در قسمت کاتگوریز که از کدام زبان میخوای پروژه ایجاد بکنی. چون ویدیوهای ما ویدیوهای آموزشی جاوا است، ما با دگاهش کار نداریم، فقط در اولین آپشن از او از جاوا. در اینجا از کدام نوع جاوا میخوای میگه پروژه یا پروژه ایجاد بکنی، از نوع جاوا اپلیکیشن، از نوع جاوا لایبرری یا از بخش دیگهش. ما فعلا با اپلیکیشن سر کار داریم، میخوایم از نوع جاوا اپلیکیشن پروژه بسازیم. این انتخاب میکنیم و بالای آپشن نکست در اینجا کلیک میکنیم. در مرحله بعدی اینجا پروژکت نیم از ما میخواد نام پروژه به نام چی باشه میگه. ما میخوایم به نام my first program یا یک قسم براتون بگم first java project با نامشه. و در مرحله نامگذاری پروژه باید یادآوری کنیم دوست عزیز که باید در بین حروفایی که استفاده میکنیم فاصله نباشه، چون اگر فاصله اینجا استفاده کنیم باز بر آینده که بخوایم این پروژه را لود بکنیم یا کال بکنیم اینجا برامون مشکل ایجاد میکنه. به خاطر جدا ساختن از این حروف یا میتونید از اندرسکور استفاده کنین و یا هیچ فاصله ندین. فاصله دادن در این قسمت اشتباه است دوستان. بعد از در اینجا آدرس چه میخواد میگه این پروژهتون در کجا ذخیره شوه که خود نتبینس یک قسمت از حافظه را به شکل اتومات در داکومنتس به نام نتبینس پروژکت اختصاص میده. بخاطر که ما میتونم بر شما نشان بدم در این قسمت بالای داکومنتس میایم و در اینجا بر شما نشان میدم که پروژه نتبینس در کجا ایجاد میشه. در این قسمت دوست عزیز به نام نتبینس پروژکت داریم یک چیزی در داکومنت. وقتی که بالای نتبینس پروژکت کلیک بکنیم دوست عزیز تمام بر پروژه‌ای که در این قسمت شما میبینین در اینجا شما میبینین تمامش در این قسمت نتبینس پروژکت وجود دارن و هر پروژه‌ای که ما جدید میسازیم در این قسمت قرار میگیره و همین موقعیت دیفالت است که نتبینس انتخاب کرده که پروژه ما در کجا باید قرار بگیره. این با این کار نداره، میرن تغییر ندین چرا که باز بعداً شاید با مشکل مواجه شین شما. و در این قسمت
یک آپشن برام میده که کلاس میخوای با این پروژه ایجاد شوه یا نه. ما فعلا نمیخوایم کلاس ایجاد شوه، این آپشن غیر فعال میسازم و بعدا فرش میگیم. چند ثانیه در بر میگیره تا برام پروژه ساخته شود. در اینجا دوستان عزیز به نام فرست جاوا پروژکت اولین پروژه ما بود ساختیم. این پروژه است. و اگر داخل از این بیایم قسمت علامه جمع که در قسمت چپ شماندگی است کلیک بکنیم، در اینجا یک سورس پروژکت داریم که تمام کلاس های اولیه در اینجا ایجاد میشه و در اینجا لایبرری های این پروژکت در اینجا قسمت است. با یوش فعلا کار نداریم، اما پروژه ما برای فعلا خالی است. خود پروژه دوستان عزیز مجموعه از پکیج ها و کلاس ها میتونه باشه. تعریف پروژه را که ما در جاوا براتون بگویم، پروژه مجموعه از لایبرری ها، مجموعه از پکیج هاست و همچنین مجموعه از کلاس ها میتونه باشه یک پروژه. که در داخل یک پروژه ما میتونیم چندین پکیج داشته باشیم یا چندین بسته داشته باشیم و در داخل هر بسته چندین کلاس میتونیم داشته باشیم که خود کلاس هم از مجموعه کدها و متدها و ابجکت ها تشکیل شده است که بعدا براتون ان شاء الله میگم. خب اولین کار ما انجام شد ما تونستیم پروژه با موفقیت بسازیم، اما ما کلاس نداریم، نمیتونیم درجه برنامه‌نویسی بکنیم تا که کلاس نباشه و به خاطر ساختن از این کلاس هم در داخل خود پروژه که آمدیم یک از فولدرش به نام سورس پکیج داریم. در داخل سورس پکیج یک فولدر دیگه است به نام دیفالت پکیج. در بالای از این فولدر راست کلیک میکنیم دوستا و در این قسمت بالای نیو میایم. در این قسمت داریم جاوا کلاس. میخوایم یک کلاس بسازیم و بتونیم کدهای خود در داخل کلاس نوشته بکنیم. بالای کلاس کلیک میکنم، این صفحه باز میشه و از ما نام کلاس میخواد. کلاس ما رو به نام فرست پروگرام میمونیم. ما فرست پروگرام نام کلاس ما باشه و شما باید در داخل نام کلاس اسپیس استفاده نکنین و اگر اسپیس استفاده کنین در اینجا بر شما ایرور میده که نام اشتباه است. یا اندرسکور استفاده کنین و یا هیچ فاصله ندین. بعد از اون فینیش کلیک میکنین. اولین کلاسی است که ما در زبان جاوا و در داخل پروژه جاوا پروژکت ساختیم. در قسمت کلاس کدام چیز مهم نداریم، فعلا کلاس ما خالی است. و اولین چیزی که در اینجا است نام پروژه را برام نشان میده. در این قسمت میگه یک پروژه شما دارین به نام مای فرست پروگرام، ببخشید نام کلاس ما را که در اینجا پابلیک کلاس که پابلیک و کلاس کلمه کلیدی است و این مای فرست پروگرام که است همین نام کلاسی را که ما ساختیم این را به ما نشان میده و هر کدی را ما میتونیم از این به بعد در داخل اینمی کلاس بسازیم. خود کلاس چی است؟ خود کلاس مجموعه از ابجکت ها، مجموعه از میتود ها، مجموعه از پراپرتی ها میتونه باشه. یعنی هر جز یا هر پراپرتی از کدهای خود میتونیم در داخل کلاس های جدا نوشته بکنیم و خود از چندین کلاس میتونه یک پکیج تشکیل شه و از چندین پکیج میتونه یک پروژه تشکیل شه به این شکل. در قسمت بالا کامنت داده درباره کلاس بر شما، خود سافت‌ویر درباره نویسنده و درباره ایجادش بر شما میگه و در این قسمت اولین لاین کد که شما در اینجا میبینید که پابلیک کلاس مای فرست پروگرام است، این وارد از نام کلاس ما را بر ما نشان میده. در داخل هر کلاسی که بریم در این قسمت نام کلاس بر ما نشان میده و باید براتون بگم که شکل ظاهری محیط کد نویسی ما شاید از شما متفاوت‌تر باشه، اما مفهوم و روش و کارش یک چیز است. خب دوباره به اسلاید برمیگردم دوستان و میایم حال کارهای مقدماتی ما را انجام دادیم و سر از این میایم که چه قسم ما بتونیم اولین برنامه خود که هلو ورلد بر ما نشان بده چاپ کنیم. به خاطر از او کار این سینتکس کد بر شما نشان میدم. شما اینی کدی که پابلیک کلاس مای فرست پروگرام از دیدین که در این قسمت اولین کلاسی را به نام مای فرست پروگرام ایجاد کردیم. البته این نام اختیاری است، هر نامی که خواستین میتونین بارین. ما این نام به خاطر امتحانی ماندیم مای فرست پروگرام و پابلیک هم یعنی کلمه کلیدی است که حتما در امی کد وجود داشته باشه و بعدا میتونیم این تغییر هم بدیم به پرایوت یا به هر چیز دیگر. اینی کلاس هم کلمه کلیدی است که توسط از این هم شناخته میشه که اینی نام مربوط چی میشه. که در اینجا کلاس است مشخص میشه که این نام مربوط کلاس است، یعنی این خودش یک کلاس است. و بعد از این کار که خلاص شد ما به یک میتود ضرورت داریم دوست عزیز. به خاطر از اینکه بتونیم کدای ما را اجرا بکنیم و کدای متوسط کامپایلر جاوا اجرا شوه ما باید میتود داشته باشیم، یک میتود عمومی که اون میتود عمومی در جاوا به نام میتود من یاد میکنن. در این قسمت شما این را میبینید دوستان. میتود من وظیفهش اجرا کردن تمام کد است، یعنی وسیله است که کد را به کامپایلر معرفی میکنه و کامپایلر اجرا میکنه و تا وقتی که در کلاس خود از این میتود ما نداشته باشیم امکان نداره که برنامه ما اجرا شود. خب اولین کاری که میکنیم دوستان در این قسمت ما میتود من خود معرفی میکنیم. میریم بالای محیط کد نویسی خود. در این قسمت اولین کلمه پابلیک ذکر میکنیم دوستان در این قسمت. بعد استاتیک void این من منظورم از نام خود میتود از دوست عزیز و این نام نمیتونیم تغییر بدیم، فقط همین نام من نمیتونیم بونیم به قوس باز میکنیم که این قوس پارامتر همین میتود من است که در اینجا یک متغیر از نوع البته یک اری است از نوع استرینگ تعریف میکنیم
و اینجا برش نیم میتیم، مثلا آرگومنت میمانیم یا این نام اختیاری دوست عزیز، هر نامی که خودتان بانین ARG ما میمانم مخفف آرگومنت است. و در این قسمت بلاک متد من باز میکنیم و باید براتون بگم دوست عزیز که در زبان جاوا هر کد، هر قسمت از کد از خود بلاک داره. مثلا کلاس شما ببینید این قسمت قوس اوکلاد بلاک کلاس نشان میده که از این قسمت و تا این قسمت مربوط بلاک میشه و هر چیزی که در داخل این بلاک نوشته بکنیم این مربوط میشه به امی کلاس. و بعد از داخل کلاس آمدیم متد من معرفی کردیم که خود متد من هم از خود بلاک داره و هر کدی که باید اگر میخوایم اجرا شود باید در داخل این بلاک من نوشته بکنیم. خارج از اگر نوشته شود کد اجرا نمیکنه تا وقتی کال نکنیم در داخل متد من خود. خب بعد از او به یک پیام نیاز داریم که مسیج هلو ورلد بر ما نشان بده. به این خاطر از این پیام استفاده میکنیم، پیام system.out.print. البته در این قسمت کلمه پرنت یک متد است دوست عزیز که خود پرنت وظیفه متد پرنت چاپ کردن و نمایش دادن است که در درس‌های بعدی میخونیم در جلسات بندی که چند نوع متد چاپ ما داریم یا متد خروجی ما داریم که یکی از متدهای از پرنت است. پرنت وظیفه‌اش چاپ کردن یک قسمت متن یا یک محتوای یک قسمت کد میباشه. خب دوباره بالای محیط عملیاتی خود میریم، در این قسمت نوشته میکنیم system.out و دوست عزیز براتون یک از مشخصات جاوا را گفته بودم که کیس سنسیتیو میباشه، یعنی بر اساس حروف کوچک و بزرگ استوار است. شما این قسمت رو ببینیم دوست عزیز، ما سیستم باید به حروف کلان حرف اولش باید کلان نوشته بکنم. اگر خرد باشه سیستم نمیشناسه. system.out.print قوس باز بسته سیمیکولن. خب تا اینجا کار ما خلاص شد، پرنت نوشته کردیم، اما بازم اینجا به رنگ سرخ نشانی میشه، ارر میگیره چون فعلا در داخل از این چیزی نیست، خالی است. میایم در داخل از این یک دابل کوتیشن تایپ میکنیم دوستای عزیز و اینو باید براتون بگم که اگر میخواین متن چاپ بکنین در خروج نشان بدین او را باید در داخل دابل کوتیشن بگیرین. قسمی که شما در اسلاید هم میبینید در اینجا دابل کوتیشن استفاده شده. اگر دابل کوتیشن نگیریم این متن ما را کد میشناسه و اینجا ارر رخ میده، کامپایلر اجرا کردن نمیتونه کد ما را. از این خاطر اگر عدد باشه مشکل نداره، اما اگر متن باشه باید متن در داخل دابل کوتیشن تایپ بکنین و نوشته بکنین. ما در داخل از این دابل کوتیشن میایم مسیج هلو ورلد پرینت میکنیم. این قدر کار ما باید انجام بشه تا که مسیج ما ببینیم. حال کار ما انجام شده و میخوایم نتیجه ببینم و زمانی که کد اجرا کنم دوست عزیز تمام ایار برام در خروجی نشان نمیده، فقط این قسمت متن برام نشان میده، مسیج هلو ورلد نشان میده و بس. به خاطر اجرا کردن از این دوست عزیز بالای از صفحه راست کلیک بکنین و در این قسمت رن فایل داریم، این را کلیک بکنین برنامه شما را اجرا میکنه. خب شما میبینید دوست عزیز که در این قسمت خروجی است که هر کد ما بخوایم اجرا کنیم خروجیش در رقم یک صفحه سفید برامون نشان میده. اینی مسیج هلو ورلد که ما خواستیم چاپ شود برامون چاپ کرد. نتیجه کار ما ای است و این خط سبز هم که شما میبینید اینجا برامون نشان میده که کار شما به موفقیت انجام شده و مدت زمانی که در بر گرفته 2 ثانیه بوده. این از این خاطر است هلو ورلد برامون موفقانه چاپ شد. به خاطر از اینکه ما بتونیم هلو ورلد چاپ بکنیم باید این قدر کار را انجام بدیم. اول باید کلاس می ساختیم که ما به نام مای فرست پروگرام یک کلاس ساختم. بعد از اون در داخل از متد من باید می ساختیم که باید موجودیت از این متد من دوست عزیز ضروری است، باید باشه و متد من باید در داخل کلاس معرفی شود و هر کدی که میخوایم اجرا کنیم او را باید در داخل متد من بگیریم. و کدام متن هلو ورلد خواستم پرینت بکنم توسط یک از متدهای خروجی که متد پرینت بود، این را گرفتم نمایش دادم. خب قسمت دوم درس ما دوست عزیز است که ما چند نوع متد خروجی داریم. در زبان جاوا معمولا دوست عزیز 3 نوع متد خروجی است که یکیش متد پرینت است که فعلا کارش شما دیدین، پرینت لین داریم و پرینت اف داریم که یا کارکردش در متد پرینت دوست عزیز زمانی که ما بخوایم یک قسمت کد چاپ بکنیم برای ما چاپ میکنه، اما مشکلش این است که کرسر ما را در روبروی متن قرار میده. به این شکل شما این خط سبز ببینید این در روبروی متن قرار گرفته و کاربرد این متد در جایی است که اگر ما بخوایم یک قیمت از طریق اینترفیس وارد بکنیم باز از این متد به خاطر سودوکود استفاده میکنیم. و متد پرینت لین وقتی که استفاده بکنیم او به این خاطر است که اینی خط کرسر ما را پایین قرار میده، یک خط ما را پایین میاره. میایم همین کار با استفاده از پرینت لین انجام میدیم. در این قسمت میایم فقط متد پرینت به ln تغییر میدیم، پرینت لین شود. حالا این را دوباره اجرا میکنم. حالا شما ببینید دوست عزیز
که متن ما ثابت میمانه و کرسر ما رو پایان قرار میده. پیشتر اینی متن در روبری ازی بود چون کرسر قطع نشده بود، در روبری متن قرار داشت. این کار میتود پرنت میکرد. اما پرنتلین فرقش با پرنتی است که این کرسر ما رو پایین قرار میده، یک خط جدید ایجاد میکنه و کرسر ما که عبارت از این کرسر موز است این پایین از متن قرار میده به این شکل. و میتود سوم دوستای عزیز پرنت اف، این به اساس یک شرط میتونیم آرگومنت های خود جدا جدا نشان بدیم. امکان داره همین میتودی که ما استفاده کردیم چندین آرگومنت داشته باشه و این میتونیم جدا جدا آرگومنت هاشو توسط یک شرط جزئی نشان بدیم. مثلا در این قسمت اگر شما ببینید فعلا یک آرگومنت داریم، فقط الورد آرگومنت ماست و پرنت اف وظیفه‌اش است که اگر بخوایم امیر نشان بده نشان میده و اگر بخوایم نته نمیده. مثلا باید روش پرنت اف این قسمت دوست عزیز، در این قسمت امو بخش کد رو تایپ میکنیم که میخوایم شرط ما است دوست عزیز در اصل، و بعد از در این قسمت هم امو آرگومنتی که میخوایم نشان داده شود. مثلا درصد اس یا پرسنت اس به این خاطر است که آرگومنت نشان میده. مثلا اگر در اینجا یک آرگومنت دارم ما یک پرسنت اس در اینجا تایپ کردیم، چرا که یک آرگومنت است. اگر این پرسنت اس تایپ نکنیم اینی هلو ورد برام چاپ نمیکنه و پرسنت ان هم از این خاطر است که این میتونه کار پرنتلین انجام بده، یعنی کرسر موضوع مرقطه بسازه و یک خط جدید ایجاد بکنه. به این خاطر میریم عملی کار میکنیم. شما ببینید دوباره اثر میتود پرنتلین هم میسازیم system.out.println ببخشید پرنت اف قوس باز قوس بسته و در این قسمت دوست عزیز شما ببینید که و سیمیکولن هم میبینیم در این قسمت در داخل از یک دبل کوتیشن باز یک دبل کوتیشن بسته به خاطر شرط، برز کاما برز دیگه دبل کوتیشن به خاطر آرگومنت ماست. به این شکل آرگومنت ما چی است؟ هلو ورد. حالا دوست عزیز اگر ما اجرا بکنیم هلو ورد برام چاپ نمیشه. شما ببینید ما اجرا میکنم هیچ چیز در این خروجی شما نمیبینید. این هر قسمت که برنامه اجرا بکنین این قسم یک خط سبز بر شما ظاهر میشه و از صحت اطمینان کار شما بر شما اطلاع میده، اما متن هلو ورد بر شما نشان نمیده، چرا که ما به این امو شرطش ندادیم که کدام آرگومنت نشان بده. به این خاطر میایم از پرسنت اس استفاده میکنیم. پرسنت اس یعنی میگیم یک آرگومنت در این میشه بر ما نشان بده که این هلو ورد است. ولی اگر بیایم اجرا بکنیم شما متن هلو ورد میبینید به این شکل. اما میبینید که این کار پرنت کرد و کرسر ما رو در برای متن قرار داد. از این خاطر که بتونیم با پرنتلین تبدیل بکنیم در پولی پرسنت اس یک پرسنت ان اضافه میکنیم دوست عزیز به این شکل. حالا وقتی که اجرا بکنم این میتود کار پرنتلین انجام میده و میتونیم بگیم که پرنتف میتودی است که کار هر دو میتود هم پرنت و هم پرنتف میتونه انجام بده. این سه میتود خروجی زیادتر در سافتورهای ما استفاده میشه و ما از این میتودها زیادتر در درس‌های بعدی استفاده میکنیم. شما درست میفهمین روش کار از این. خب یک جمع بندی دوباره دوست عزیز از درس میکنیم. اولین برنامه خود ما ساختیم که هلو ورد بود و در این قسمت پیش از او باید اول پروژه ایجاد میکردیم که روش ساختن پروژه رو شما یاد گرفتین و بعد از یک کلاس میساختیم که به نام مای فرست پروگرام ما یک کلاس ساخته بودم که توسط پابلیک کلاس ای در کد مظاهر میشه و نام کلاس برامون نشون میده. گفتیم در داخل کلاس باید یک میتود به خاطر اجرای برنامه ها ما داشته باشیم که میتود ما در جاوا به نام میتود من یاد میشه و در این قسمت روش تعریفش هم قسمی است که اول کلمه پابلیک، بعد از استاتیک، بعد از وید و در این قسمت نام میتود من در داخل از یک پارامتر میتیم یک اری تعریف میشه به نام از نوع استرنگ و در این قسمت یک نام برای اری ما میتیم که ما در جای آرگومنت مادیم هر نامی که شما در این قسمت بانی قبول میکنه. و در داخل میتود من هر کدی که ما بخوایم اجرا بکنیم باید در داخل میتود من نوشته شود که ما یک متن چاپ کردم با استفاده از یک میتود به نام پرنت. شما دیدین که گفتیم system.out.print قوس باز بسته در داخل قوس اما مقداری که میخوایم چاپ شود اگر متن باشه داخل دبل کوتیشن و اگر عدد باشه بیرون از دبل کوتیشن میتونیم را چاپ بکنیم. اما قسم میتود خروجی را گفتیم سه نوع میتود داریم. یکی میتود پرنت است که فرق از میتود پرنتی است که کرسر ما در روبروی متن میباشه وقتی که برنامه را اجرا میکنیم و میتود پرنتلین داریم که فرق از با میتود پرنتی است که کرسر ما پایین قرار میگیره یا خط ما را پایین میاره و پرنت اف داریم که این گفتیم ترکیب از دو میتود بود که هم کار پرنت میکرد و هم کار پرنتلین و بعضی کارهای دیگر رو میتونه انجام بده که این دو میتود دیگه قابلیت و کار ندارن. خب دوست عزیز اگر کدام سوال دارین میتونین سوالتان در راههای ارتباطی در سلاید اول با خود ماندین پرسان بکنین. درس امروز ما تا اینجا بود و تا درس بعدی خداحافظ.